سلام سلام سلام. تازونیکس هستم. خوش اومدید به سیزن 9 کال آف دیوتی موبایل. یعنی در ادامه ماجرا با من همراه باشید تا راجع به این سیزن بیشتر با هم صحبت کنیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه راجع به گانای باف، نرف و البته تجربیات خود من از این گانها که جلوتر میرسیم بهشون. فقط قبل اینکه بخوایم شروع کنیم لایک، ساب، کامنت یادت نره عشق داداش. پس بی معطلی برو بریم. خب من اینجا این گانا رو دسته بندی کردم و روی زمین چیدمشون و با دو تا گانی که شروع میکنیم تایپ 25 و HVK. خب تایپ 25 یه گان که داخل دسته رایفل ها قرار میگیره و نسبت به رایفل بودنش یه فایر ریت فوق العاده ای داره و واسه فایت های نزدیک و متوسط توصیه میشه که داخل فایت های دور خیلی من پیشنهاد نمیکنم ازش استفاده کنید. اما یه کنترل نسبتا ساده داره و یه دسترسی آسون واسه کیل گرفتنه. خب همونطور که میبینید تو فاصله متوسط و نسبتا دور خیلی عملکرد خوبی نداره، اما بستگی به ایم شما هم داره، ولی واسه فاصله خیلی دور پیشنهاد نمیشه. HVK یه گان معمولی هست با دمیج رنج مناسب و فایر ریت مناسب و یه جوری واسه یه جای استفاده میشه که شما لند کردی یه جایی و گان نداری و HVK میگیری، اینجا مناسبه، نه واسه زونای آخر بازی و غیره. پس خیلی مناسب زونای آخر نیست. اما HVK تو فاصله های دور و نسبتا دور عملکرد متوسطی داره و اگه گان نداشته باشید HVK گزینه مناسب تری است تا تایپ 25. پس واسه فاصله های دور هم اوکی. خب دوتا گان بعدی NK44 و ICR. NK44 یه گان رنجزن با ایم اسیست بالا و کمترین درصد لگد هستش و واسه راه‌های نزدیک خیلی مناسب نیست، اما راه‌های دور چرا؟ آره خلاصه واسه راه دور اوکیه و خودتون دارین میبینید. حالا میرسیم به ACR. نمیدونم اسمش هم درست میگم یا نه، ولی خب ACR. آره ACR یه گانی هست که واسه راه نزدیک من اصلا پیشنهاد نمی کنم و خودم اصلا باش حال نمی کنم. واسه راه نزدیک و فاصله های خیلی نزدیک حال نمی کنم باش، اما واسه فاصله های دور چرا پیشنهادم می کنم. اتفاقا بهتون وقتی که گان خوبی مثل 117 M4 چیزی نداریم اصلا ACR بهترین گزینه میتونه باشه، اما در صورت نبودن M4 117 یا گانای دراپ که خودتون رو میچینید و پلی. خب دو تا گان بعدی کیلو و اودن هستن که اصلا نیاز به توضیح ندارن و دو تا گان جا افتاده و درجه 1 هستن که ازشون رد. خب نوبتی هم باشه، نوبت میرسه به کریک 6 و سورد فیش فکر کنم اگه اشتباه نکنم. سورد فیش یه گان ستیر از دسته رایفل ها هست که فایر ریتش به خاطر ستیر بودنش به 90 هم میرسه و گان فوق العاده است برای افراد فشاری و اینکه از راه دور هم خیلی اوکی نیست، اما اگه بلد باشین باش کار کنید چرا هم از راه نزدیک هم از راه دور گان فوق العاده ای هست. در ضمن از راه نزدیک فقط به درد هیپ فایر زدن میخوره چون ایم خیلی مناسبی نداره واسه راه نزدیک، اما از راه دور وقتی قلق گان دستتون باشه واقعا گان فوق العاده برای افراد فشاری و تاکسیک. و میرسیم به کیگی 6. نمیدونم چرا ما ایرانی ها از گانایی که از 10 به پایین عدد داره آخرشون رو انگلیسی میگیم، از 10 به بالا خارجی. حالا به ما کریک 6 یه گان از دسته رایفل ها هست که من عاشق ای گان هستم به خاطر فایر ریت و همه چیزی ای گان که متناسب ساخته شده. یعنی یه گان فوق العاده واسه راه نزدیک، راه دور و اتچمنت چیدن داخل دراپ هست. البته نسخه لژندشو من میگم، اما نسخه سادهش هم این بالا سمت چپ میاد براتون که میتونید ببینید
ولی فرق زیادی ندارن چون کلیک واقعا گان محشری از نظر من. خب رسیدیم به M4 و 117، دو تا از پرچمدارهای رایفل که ساخت متناسب این گان ها نسبت به راه دور، راه نزدیک، فایر ریت، دمیج رنج و غیره خیلی مناسبه و به خاطر همین این گان ها رو متفاوت‌تر از گان های بقیه نشون میده. حالا متیک، ساده، اپیک، لجند یا هر چیزی، لگسی یا هر چیزی فرقی نمیکنه واسه این دوگان. این دوگان واقعا محشر هستن و نیاز به توضیح هم ندارم. پس بریم سراغ SMG ها. راستی عشق داداش، تو که تا اینجا ویدیو دیدی قطعا لذت بردی از این ویدیو. پس با لایک کردن یا ساب کردن چنل اگه ساب نداری و کامنت گذاشتن بهم انرژی بده تا از این سبک ویدیو اگه علاقه‌مند هستی براتون بیشتر درست کنم و لذت ببرید. مرسی که حمایت میکنید، قلب من. خب میرسیم به استن که گان جدید هست و VMP. استن از این شکلی که میگیره دست واقعا جالب نیست و میدان دید خیلی کمی بهتون میده. البته SMG از میدان دید زیادی هم نمیخواد چون قرار شما هیپ فایر بیشتر با این گان بزنید، اما واسه بتل من پیشنهاد نمی کنم و واسه مولتی خیلی بهتر. VMP یه گان خوش دست، خوش صدا و خوش قلب، اما با ایم اسیست نه چندان خوب و اینکه مولتی پلیرها با این گان خیلی حال میکنن. پس برای مولتی خیلی بهتره، اما واسه بتل هم از راه نزدیک هیپ فایر اوکی هست. البته باید SMG باز باشید تا خوشتون. خب استن و VMP جاشونو میدم به تک 9 و CX9. تک 9 یه گان فوق‌العاده واسه راه‌های نسبتاً دور SMG هست که شما بیشتر سعی میکنید تا اسنایپی گانو استفاده کنید که واقعا گان اوکی هست، نه خیلی خوبه نه خیلی بد، گان متوسطی. و واسه خیلی هیپ فایر زدن پیشنهاد نمی کنم. واسه هیپ فایر زدن پیشنهاد نمیشه چون خیلی تیراش فایر ریتش خیلی بالا نیست و نمیشه خیلی خوب باشی فایر زد. اما وقتی این بگیرید یه گان محشر رو تجربه کنید. CX9 گانی که همه راجع بهش صحبت میکنن و تو دل همه جا داره، اما با پشاب تو دل همه جا داره و پشاب لجند و اپیک فقط قابل استفاده است روی این گان، چون کلا 20 تا تیر داره. پشاب ریل بندازین روش اصلا هیچ تأثیری احساس نمیکنید و چون تیرش کمه ممکنه تو فایتا زمین بزنتتون و باعث کشته شدنتون بشه. پس CX9 گان فوق العاده ای است اما با پرکشاب. خب نوبتی هم باشه، نوبت گان مورد علاقه من یعنی سویچ پلید هستش در کنار PP19. سویچ پلید یه گان با فایر ریت خیلی مناسب، با تعداد تیرهای خیلی مناسب و ایم اسیست فوق العاده این گان است که از تمام SMG ها اینو خاص‌تر میکنن و SMG بازای خوب و خفن با این گان خیلی حال میکنن. چه با این و چه هیپ فایر گان فوق العاده ای هست و پیشنهاد میکنم اگه SMG باز هستید و اسنایپ یا SMRS پلی میدید سویچ پلید بهترین گزینه است. PP19 یه گان که تعداد تیرهای بالا اونو خیلی خاص میکنه چون تو دسته SMG ها تیر بالا خیلی مهم، اما فایر ریت کم اونو یه خورده از دور رقابت با بقیه SMG ها خارج میکنه. اما در هر صورت PP19 گان فوق العاده هم راههای دور رو میزنه نسبت به SMG بودنش، هم راههای نزدیک رو براتون آرد میکنه. پس PP19 گان نسبتا خوب. خب میرسیم به PPSH و RUS که دوتا گان فوق العاده خفن هستن و محشر دسته SMG ها. PPSH یه گان فوق العاده با فایر ریت نسبتا خوب و ایم اسیست محشرش که اونو از تمام SMG ها خاص‌تر نشون میده نسبت به
تیرای زیادی که داره، یعنی فشاب زیادی که داره، یه گان فوق العاده است واسه شروع بازی تا زونهای دوم یا سوم. پس گان نسبتا خوب و رده بالای حساب. RUS چیزی که این روزا راجع زیاد صحبت میشه چون نسخه لژندری رایگان. RUS یه گان تقریبا خوب میتونم بگم هست. شاید بگید چرا تقریبا خوب؟ چون RUS یه ایم اسیست نه چندان خوبی داره که باعث میشه خیلی تو دل نره، اما تو دل من نمیره، شاید تو دل شما بره. حالا تو دل من هم چربش کنید شاید بره، ولی RUS یه گانی هست که من بیشتر سعی میکنم موقعی حساس ازش استفاده کنم. یعنی مثلا میخوام چالشی ویدیو گیم پلی فانی چیزی بگیرم، RUS رو میشینم تو دراپ و با SMRS میرم وسط میدون جنگ. خب رسیدیم به گان معروف خودمون، یعنی HG40 که یک گان فوق‌العاده و بی نظیر است. حالا اونایی که چنل من ساب دارن میدونن که چی میگم، یعنی برید داخل چنل شورت ویدیو رو چک کنید. چالشی بود HG40 و SMRS و مچ و وینو از این داستانا. HG40 یک گانی با دمیج بالا و فایر ریت نسبتا مناسب واسه SMG بودن و اینکه از راه دور رو راحت‌تر میتونه بزنه نسبت به نزدیک. از نظر من یک گان متناسب واسه پلی دادن داخل بتل است که من این گان خیلی دوستش دارم و توضیح میگم بهش همون کارو میکنم که شما برید باش پلی بدید حال کنید. من خیلی هم صفر نمیگیرم، ویدیو اول هم هست. حالا چرت و پرت هم زیاد گفتم، به بزرگی خودتون ببخشید. مرسی که تا اینجا ویدیو نگاه کردید، امیدوارم راضی بوده باشید. با لایک و کامنت و ساب کردنتون بهم نشون بدید، بهم انگیزه بدید، بهم انرژی بدید تا ویدیو خفن‌تری بسازم و محکم‌تر ادامه بدم بکنم. راستی بچه‌ها من قصد دارم یه پد 7 پرو اشیائومی بگیرم واسه ادامه دادن کار یوتیوبری و اینا. بهم تو کامنت ها بگید که تبلت خوبی هست یا نه. نوبتی هم باشه، نوبت رسید به دسته شاتگان ها که اکتیویژن ماشاءالله سگنی تمام گذاشته و تاکسیک پلیرها رو اینجا به چشم میتونید ببینید. اکو یه گان دور افتاده که پس از سالها اومد رو زمین و میتونید ازش استفاده کنید، ولی به خاطر ایم بدش و فایر ریت خیلی پایینش نسبت به شاتگان فشاری تو رده 4 قرار میگیره تو دسته شاتگان ها، تو این 4 تا شاتگانی که رو زمین هست. و ما میگیم که تا وقتی جک 12 هست چرا اکو؟ واقعا اکو اصلا گان خوبی واسه فشاری کردن نیست، واسه ریدن تو اعصاب انمیا نیست. پس ما همون جک 12 رو انتخاب میکنیم. جک 12 یه شاتگان اتوماتیک با فایر ریت فوق العاده بالا، ایم خیلی خوب و مناسب برای ریدن تو اعصاب تک تک انمیا هست. پس پیشنهاد من جک 12. خب نوبتی هم باشه میرسیم به خوشگل پلیرها و اکتیویژن اینجا یه حالی بهمون داده و کیارم مرده رو زمین. پس عشق کنید با کیارم تو سیزن 9 که رو زمین هست و عشق حال براره. هرچند رو زمین میکنن پیش نهایت 10 تا دونه تو کل من، ولی خب کیارم دیگه گان مناسبی. حالا بیوای یه گان با ریاکشن خیلی سریع و فاصله بین تیرها خیلی کم و مناسب برای شاتگان پلیرهای خفن مثل خودم. حالا جدای از من، مناسب شاتگان پلیرهای خفن، اگه تو شاتگان پلیری هستی که با بیوای حال میکنی داخل کامنت ها بهم بگو، و اگه شاتگان پلیری هستی که با کیارم خیلی حال میکنی بازم داخل کامنت ها بهم بگو. کیارم واقعا یه شاتگان فوق العاده است، البته واسه هیپ فایر زدن، واسه گلوی تازه کنم، واسه هیپ فایر زدن خیلی خوبه، واسه فست اسکوپ زدن خیلی گان مناسبی نیست. اما بیوای در هر صورت گان مشری. کیارم رتبه 2، بیوای رتبه 1. البته از نظر من، تو هم نظرتو تو کامنت ها بهم بگو. خب بچه ها رسیدیم به آخر ویدیو. امیدوارم که این ویدیو به دردتون خورده باشه. با لایک و ساب و کامنت بهم انرژی بدید تا یه ویدیوی دیگه
بای بای.